خیلی خوش برگشتید به دامس و درام. امروز اولین ویدیوی معرفی سریال های کره‌ای رو داریم و تصمیم گرفتم سریال های کره‌ای که خودم دیدم و ارزش دیدن دارن رو هم معرفیشو براتون بذارم. پس این ویدیو مخصوص کیدرامر هاست و توصیه میکنم کسایی هم که سریال کره‌ای رو نمیبینن و دوست ندارن حتما یه شانس بدن و این سریال رو ببینن، چون قطعا لذت میبرن. پیشنهاد امروزم هم درباره یه سریال با نمک و متفاوته که من واقعا عاشقش شدم. اسم سریال دفترچه زندان است. اگر دنبال سریالی هستید که شخصیتاش جذاب باشه، لحظات خنده‌دار و دلنشین داشته باشه، طنز خوبی داشته باشه با موضوع غیر تکراری و شما هم چند ساعت از دنیای واقعی و روزمرتون دور بمونید، این معرفی مخصوص شماست. خب قبل از هر چیز هیچ اسپویلی نمیدم. بدونید که داستان درباره یه بازیکن بیسباله که یه روزی اتفاق خاص براش میافته و محکوم میشه و وارد زندان میشه. اما نترسید، نکته مهمش هم اینه که سریال اصلا غمگین نیست. اتفاقا ترکیبی از طنز و دوستی و روابط انسانی رو با یه فضای واقعی و کیوت و صمیمی نشون میده. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های سریال هم شخصیت‌ها هستن که هر کدوم یه داستان و حس خاص دارن. بعضی‌ها فوق‌العاده بانمک و بامزن و بعضی هم جدی و تاثیرگذارن. این هم باعث میشه که شما همیشه کنجکاو بمونید و بخواید که بیشتر دربارشون بدونید. به نظر من هم همین ترکیب باعث شده که سریال رو زنده و واقع گرایانه نشون بده. طنز سریال واقعا باحاله. حتی صحنه‌های جدی، یه خنده کوچیک همه چیزو ثبات میکنه و حس صمیمیت ایجاد میکنه. این لحظاتش هم باعث میشن شما نه تنها سرگرم بشید بلکه با شخصیت‌ها ارتباط برقرار کنید. بازیگرها هم فوق‌العاده. اگر شما هم مثل من چک میکنید ببینید بازیگرای سریالی که قراره ببینید کیا هستن و حتما باید خوشتون بیاد از بازیشون. باید بگم که بازیگرای خیلی خوب و زیادی تو این سریال نقش ایفا کردن. بازیگر اصلی خیلی طبیعی و بانمک بازی میکنه. اوپاها واقعا عالی‌اند دیگه. خلاصه تو این سریال موسیقی متن و طراحی صحنه حس خیلی خاصی داره. هم هیجان داره، هم دلنشین و صمیمیه، حتی کمی هم غمگینه، ولی همه این حسا با هم ترکیب میشن و تجربه دیدن یه سریال جذاب و متفاوت رو براتون ایجاد میکنه. امتیاز این سریال تو IMDb 8.4 هست. ژانرش کمدی سیاهه و محصول سال 2017 هم است. اگر بخواید از من بپرسید حتما پیشنهاد میکنم که ببینیدش، چون واقعا ارزشش رو داره و مطمئنم شما هم مثل من ازش لذت خواهید برد. حالا چرا این سریال برای دوستداران کیدراما جذابه؟ چون خط داستانیش متفاوته با کیدراماهای معمول عاشقانه. این یکی واقعا عالیه. اگه عاشق شخصیت‌های قوی و روابط واقعی بین آدم‌ها هم هستین، خب این سریال یه دنیای کامل بهتون میده. اگرم میخواید بخندید، غرق توی احساس بشید و یه داستان متفاوت هم ببینید، باید تجربهش کنید. پس به نظر من این سریال رو ببینید، چون خودم وقتی دیدم هر قسمتش برام حس خاص داشت و واقعا لذت بردم. و یادتون نره برای اینکه هیچ ویدیوی جدیدی از دنیای کیدراما و
بقیه معرفی فیلم ها و سریال ها رو از دست ندید. کانال دامس و درام رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید و برای دوستاتون هم بفرستید.